این هفته دو مربی تاجیکستانی حکیم فوزایلوف و ویتالای لوچنکو در دور 15 چمپیونات ازبکستان به دیداری هم رفتند. بازی نهایت پرشدت گذشته با نتیجه 2-0 با پیروزی شاگردان لوچنکو به انجام رسید. توما تاباتادزه گورجی گل نخستی را در دقیقه 12 به نشان رسانید. سپس زوران ماروشیچ این برتری نفتچی را در دقیقه 69 با گل دوم جنببست کرد. بعد این غلبه نفتچی با 30 امتیاز در زمینه دومی جدول لیگ برتری ازبکستان موقع گرفت. اما در کلوب همان مشکلی مالی وجود دارد و گروه مربیان تاجیکستانی با راهبری لوچنکو روی حل این بحران را می‌بینند. شرطنامه لوچنکو و مربیان تاجیکستانی تا 30 نوامبر با نفتچی ادامه می‌یابد و از روی بعضی خبرها با جای لوچنکو ساموئل بابایان و دسته نفتچی به حیث سرمربی خواهد آمد. دسته خورزمی حکیم فوزایلوف که برای شرکت در سوپرلیگ خیلی دیر دعوت شد به آمادگی آن را شروع کرد و حالا در جای 13 قرار دارد. خورزم 4 غلبه 2 مساوی و 9 باخت دارد و با 14 امتیاز از 16 دسته در موقع 13 جایگیر شده است. حکیم فوزایلوف از بازی حمله‌گری دسته منتخب تاجیکستان شهرام سمیف قناعتمند نیست.